Dushanbe. Не-не-не, чпок. Я чуть-чуть не знаю. Чуть-чуть знаю русский. Ну, этот... А ты меня поцелуешь? Давай. دختره که به خاطر یک آیفون بی ارزش یک مردی به خدای روس را در نزد دوربین اکران از لبانش می بوسد. یک دختری به نام مسلمان از تاجیکستان. مردن چنین دختر بهتر است که به خاطر یک آیفون آبروی خود و خانواده اش را بریزد. نخود دختر مسلمان تا به همین درجه پست شده باشد که در عوض یک آیفون بی ارزش با یک مرد به خدای روس لب به لب کرده خود را شرمنده کند. باز میگوید من دختری تاجیک و از دوشنبه هستم و بعد از آن با آن مرد لب به لب می کند. وای بر تو ای بی حیا، با این کارت ملت تاجیک را شرمنده کردی. دیده ایستاده است که او نواربرداری می کند ولی باز هم به خاطر یک آیفون بی ارزش این کار حرام را انجام داده خود را شرمنده دنیا می کند. مگر آبرو و ناموس پدر و برادرانت همین قدر بی ارزش است که با یک تلفن آن را عوض می کنی؟ در خانه شما مردان مرده اند یا غیرت و ناموسشان را از دست داده اند تا تو را از این کار بی حیایی باز دارند؟ حیف آن هم از زحمت های پدر و مادر که با آرزو و هوس ها دختر کلان می کنند ولی او با همین آسانی آبروی آنها را می ریزد. نوارش را برایم فرستاندند که از دیدنش حیران نشدم، چون که روزهای آخر می بینیم که بعض دختران تاجیک شرم و حیا را اصلا گم کرده اند. روز حساب و جزا را فراموش کرده اند که از این بدترش را هم باید انتظار شویم. یکی از علمای برجسته اسلام ابن عثیمین رحمه الله می فرماید وقت زن شرم و حیا را از دست داد پس از عاقبت بد آن دیگر نپرس که خیلی عاقبت های بدی دارد. پس تا زمانی که در بین ما نهی منکر یعنی از گناه باز داشتن نباشد انتظار باشیم که از این بدترش را هم می بینیم.